سلام دوستان عزیز من الازا من در برنامه نوشین با شما هستم. در برنامه امروزه من با شما باز یک معجزه زیبا را پیشنهاد میکنم. تماشا کنید، خیلی عجیب است. برای عمل امروزه ما گلکرم، بادرنگ، خاج، دانه‌های مرچ و اینچنین به ما لازم می شود چوبچه‌های مخصوص. اکنون با عملمون شروع میکنیم. گلکرم را گرفته قسم پیشش را با همین طرز جدا میکنیم. اکنون میگذاریم به عملی دیگر. دوستان گفتمونم که از گلکرم برای چای آماده میکنیم. 2 پارچه بادرنگ را گرفته به عملمون میچسبونیم با چوبچه‌های مخصوص. همین طرز پارچه برای چای ما آماده شد. اکنون میگذاریم به قسم چهرهش. چهره او را آماده میکنیم. برای آماده او به ما خاج لازم می شود. خاج را گرفته با چوبچه‌های مخصوص با اساس عملمون میچسبونیم. همین طرز. از دانه‌های مرچ چشمک‌هایش را میچسبونیم. اکنون چشمک‌هایمون آماده شد. از دانه‌های کدو گوش‌هایش را میچسبونیم. گوش‌هایم آماده شد. دوستانی عزیز، انا برای چای ما آماده شد. به شما پسند آمد؟ خیلی شاد شدم که برای شما پسند آمد. اکنون من با شما درباره گلکرم معلومات میدهم. گوش کنید. گلکرم یکی از سبزیجات‌های خوش‌طعم به حساب رفته دارای کلسی، آهن و ویتامین‌های شفابخش میباشد. آن را بیشتر برای دعوای بیماری‌های دل، شش، جگر استعمال میکنند. گلکرم هاضمه را بهتر میکند. جمع‌شوی چرب‌های زیادتی را در بدن کم میکند و فایبری را پیشگیری میکند. ویتامین B در گلکرم منبع اساسی بهتر نمودن کار معده سر می باشد. اینچنین ویتامین های K و D در آن قوای موشک‌ها را تأمین می کنند و شکست استخوان ها را پیشگیری می کنند. گلکرم نسبت به دیگر نمادهای کرم بیشتر کسلات اسکاربین و سفید دارد. گلکرم با مزه و نکهت غیر عادی خود یکی از محصولات معمول ترین به شمار می رود. از این رو آن می تواند برای تهیه خورش‌های اشتها و تازه کننده خون استفاده شود. درباره گلکرم کمی هم معلومات گرفتید؟ خیلی خوب. اکنون من با شما خیر و خوش میکنم. خیر تا بخری آینده در برنامه نوشین.